الو سلام امیر جان، خوبی؟ بیا منتظری. حقوق ماه تو نریختن؟ فردا اول عیده ها، مهمون برامون بیاد، مامان تینا، مامانم اینا. یعنی عیدی هم بهت ندادن؟ خیلی خوب، ولش کن، خودم یه کاریش میکنم. آقا اینا رو حساب میکنیم. آقا ببخشید یه موجودی ازش میگیریم. متشکرم. رمزتون؟ 5 تا 1. خانم 120 تومن که بیشتر موجودی نداری، با 120 تومن میخوای اینا رو بگیرید؟ برو خانم، وقت منو نگیر، برو. خب آقا نمیشه اندازه پولم بهم میوه بدین؟ برو اون میوه گندیدار رو بردار. خب آقا پس اندازه پولم از این میوه ضعیفا بهم بدین. عجب گرفتاری شدیم ما. خانم این میوه گندیدار رو میخواستم بریزم دور، پولش هم نمیخواد حساب کنی، فقط هم مغازه من برو بیرون. برو دیگه. خدایا چرا نمیبینی؟ زندگی نکرده از دنیا سیرم، تنها آرزوم این شده یک روزی بیاد